پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه طرح بودجه دولتی برای سال 2014 را تصویب کرد. صرف و خرج دولتی تاجیکستان سال آینده تقریباً 3 میلیارد دلار خواهد بود و بیشتر از نصف این مبلغ صرف بخش‌های اجتماعی می شود. سیاست اجتماعی در بودجه نگاه داشته شده است و قریب 54% بودجه خراجات بودجه به ساحه اجتماعی روانه کرده می شود. در برابر این سیاست سازندگی و آبادانی جمهوری تاجیکستان نیز پیش بینی گردیده است. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان به طرح بودجه اراده زیاد نگرفتند، اما شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست شیوه صرف و خرج قرض‌های خارجی و بودجه دولتی را انتقاد کرد و گفت که بعضاً این مبلغ‌ها به جیب مقامات رسمی می‌رود. مقامات تاجیکستان میگویند در آینده نزدیک نیروی برق به خانه‌های مردم و مؤسسه و کارخانه‌ها در ساعت‌های معین داده می‌شود. شرکت برق تاجیک با نشر مراجعه‌نامه گفت با توجه به امکانات موجود انرژتیکی دیر یا زود جاری کردن لیمیت برق پیش خواهد آمد. به این دلیل استفاده ثمرناک ذخیره‌ها و تجهیزات انرژتیکی برای صرفه نیروی برق عامل تامین آن به ساکنان خواهد بود. معلوم نیست لیمیت برق کی آغاز می‌یابد، ولی به احتمال غالب این کار را تا نیمه ماه نوامبر شروع می‌کنند. زید سیدوف صاحبکاری شناخته گفته است که به نشان اعتراض در محاکمه ناعادلانه دادگاهی خود شرکت نمی کند. بعد بی‌اعتنایی دادرس‌ها به درخواست‌های وکیلان دفاع برای ثابت کردن اتهامات، زید سیدوف از هر سه وکیلش هم خواسته است در دادگاهی که حکمش معلوم است شرکت نکنند. وکیلان میگویند دادرس‌ها نمیگذارند بیگناهی زید سیدوف ثابت شود و شرکت در این گونه دادگاه معنی ندارد. صاحبکاری تاجیک را به جنایت‌های سنگین به مثل رشوه‌خوری و تجاوز جنسی متهم می‌کنند، اما او میگوید که گناهی ندارد و تمام اتهامات دروغ است. زید سیدوف بعدیان بازداشت شد که گفت میخواهد برای اصلاح وضع کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهد. امان‌الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید پسرش در صدمه مرگبار در شهر دوشنبه نقش ندارد و اگر گناهکار باشد جزایش را خواهد گرفت. امان‌الله حکومت الله با نشر بیانیه گفت مطبوعات درباره فرزند نابالغ او دروغ میگوید و ممکن نیست که پسرش هنگام صدمه پشت فرمان ماشین نشسته باشد. بر اثر صدمه با شرکت رسول امان‌الله پسر 16 ساله رئیس شرکت راه آهن در شب 9 اکتبر 3 نفر کشته شدند. شهریار احمدوف مشتزن تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان در الماتای قزاقستان به دور 4-1 نهایی راه یافت. شهریار در رقابت‌ها در وزن تا 52 کیلو شام سه‌شنبه آنتونیو مارکانو از پوئرتوریکو را با حساب 2-1 شکست داد. رقیب نوبتی مشتزن تاجیک میشه الایان قهرمان فعلی جهان از روسیه است. در صورت پیروزی شهریار احمدوف حداقل یک نشانی مسابقات جهانی را از آن خود خواهد کرد. اخباری از این هم بیشتر در تارنمای رادیوی آزادی، در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، یوتیوب و توییتر و هم در تلفن همراه شما.